مدیر کل شرکت اوستو автомат اینداستری اسرار میرزویف صاحب شاهجایزه آزمون بهترین صاحبکار دوشنبه در سال 2023 شده است. سهم او در استحصال الکتروبوس ها و کمک در رشد نقلیات جمعیتی اکولوژی تاکید شده است. اسرار میرزویف همچنین در نامیناسیون استحصال محصولات صنعت وزنین غالب دانسته شد. شرکت یکی اوستو автомат اینداستری از جانب کارخانه اوستو گروپ و شرکت ترکی اکیه ماه ینور سال 2018 تأسیس یافته به جمع و بست اتوبوس های موثر مشغول است. در نامیناسیون ساختمان، ترمیم و تعمیر جایزه به رهبر شرکت سرمنزل محمود مرادوف تقدیم گردید. حاجی محمود همچنین با دست خیر خود نام برآورده است و هر سال به چندین عائله نیازمند خانه و به هزاران عائله دیگر و یتیمان و سربازان کمک‌های غذایی تقدیم می‌کند. رهبر کمبینات شیر دوشنبه رحیم جان حاتمزاده در نامیناسیون صنعت سزاوار جای اول شده. در نامیناسیون استحصال محصولات صنعت سبک رهبر شرکت صفت صنعت حاکمشاه ایدیو غالب آمده است. در نامیناسیون سفدا جایزه غالب برابر شرکت بازار کاروان حلیم مولانوف سپرده شد. در سوای معماری و دیزاین رهبر شرکت دایرکت اینوست عبدالرسول اسلاموف برنده شد. غالبان در کاتگوری های دیگر مفرح محبتوف رهبر شرکت رخم در نامیناسیون کسبی و هنرهای خلقی، نوروز سبزایف رهبر شرکت صدای دوستی در نامیناسیون خوراک عمومی، ابوبکر مرادعلیف رهبر شرکت کانتنت اینوست در نامیناسیون خدمت معیشی، قربانعلی زویروف رهبر شرکت منزل خدمت رسانی رقم 5 در نامیناسیون خواجگیداری شهری خدمت رسانی منزلی و کمونالی و اکولوژی، مبارک شاه کتخانوف رهبر شرکت ایورودز خدمت رسانی طبی استحصال داروواری محصولات و تجهیزات طبی، فیروز بیگموف رهبر شرکت مهمانخانه صفا در نامیناسیون خدمت رسانی در سوهای فرهنگ ورزش و توریسم، الهام روی پور رهبر شرکت مؤسسه تعلیمی مخصوص لیسه راهنما در نامیناسیون خدمت رسانی برای تعلیم، فرزانه سنگینو و رهبر جمعیت تشکیلات علمخانه در نامیناسیون خدمت رسانی برای رشد صاحبکاری، تعلیم، مارکتینگ، اودیت، پیشبری مصاحبات و کمک‌های حقوقی، سید احمد سلاموف رهبر شرکت دوشنبه آتا در نامیناسیون نشریات، دیزاین و رکلام، فردوس زیواروف رهبر او موبایل در نامیناسیون تکنولوژی‌های تلکمونیکاسیونی و اخبارات. آزمون صاحبکاران بهترین پایتخت چند سال باز با قرار شهردار دوشنبه رستم موملی و مقصد بلند برداشتن منزلت و نفوذ صاحبکاران در جامعه، تبلیغ دستاوردهای آنها در بنیادکاری و آبادانی، دستگیری همه‌جانبه و هوسمندسازی رشد منبعد صاحبکاری در پایتخت، رشد بازار استعماری شهر و فراهم آوردن شرایط مساعد برای جلب سرمایه‌گذاری وطنی دایر کرده می شود.